به نام خداوند بخشنده مهربان. درود و سلام خدمت شما عزیزانی که علاقمند سینما هستین و دوست دارین زندگی ستاره ها را از نزدیک مشاهده بکنین و آنچه که در زندگیشان میگذره براتون خیلی جالب و دلپذیر است. ما هم همیشه در برنامه فوکس در خدمت شما هستیم تا شما را از زندگی هنرپیشه‌های چی از افغانستان عزیز خودمون و چی از هالیوود و بالیوود با خبر بسازیم. پس در ابتدا البوم یادگار هفته تزیین شده با تصاویر خیلی قشنگ و زیبا از هنرپیشه‌های خوب کشور عزیز ما افغانستان در دام با شما است. البوم یادگار سینمای افغانستان را تماشا کردین. آرزو دارم طرف توجهتان قرار گرفته باشه. مطمئنا کسایی که علاقمند سینما هستند و تحولات سینمایی افغانستان و جهان پیگیری میکنند آشنا هستند با نام جشنواره معتبر به نام دیدار. مارینای گلبهاری، صدیق برمک، جوانشیر حیدری کسایی هستند که از طرف افغانستان برای اشتراک در جشنواره دیدار تشریف بردن به تاجیکستان که امسال این جشنواره در تاجیکستان برگزار شده و ما هم خواستیم از زندگی هنرپیشه‌های خوب و سینماگران مطرح کشور ما شما را با خبر بسازیم و تصاویر را هم تهیه کردیم از جشنواره دیدار از مارینای گلبهاری، صدیق برمک و سینماگران دیگر. باز هم یکی دیگر از هنرپیشه‌های خوب سینمای افغانستان یعنی حضرت سکندر که سابقه کاری خیلی درخشان در بالیوود داشته و در سرزمین هنرپرور هند فیلم‌های زیادی را اکشن دایرکتری کرده و خودش هم فیلم بولتش نمیتونیم از یاد ببریم که در هند ثبت شده بود. پس باز هم به سفری به هند رفته و میخواد یک فیلم جدیدی را در هندوستان با کاراکترهای هندی به ثبت برسانه که خیلی میتونیم یک فال نیک بگیریم این قدم اسد سکندر و مطمئنا علاقمندایش منتظر هستند که این فیلم ببینن و تماشا بکنن. من هم خواستم مژده خوب برای شما بتم که بعد از فیلم مدرسه هنرپیشه دلخواه شما یعنی اسد سکندر مصروف فیلمی است در هندوستان با مطرح‌ترین کاراکترهای بالیوودی. دوستداران سینمای افغانستان این هفته شاهد افتتاح فیلم به نام فرار از مرگ با هنرنمایی سلیم شاهین، غفار قطبیار و رسول ایمان بود که فیلم خیلی زیبا و دیدنی است و روز دوشنبه این فیلم به اکران رفت و سینماگران افغانستان این فیلم تماشا کردند. ما هم خواستیم پوستری فیلم تقدیم شما بکنیم. بعد از سالها رسول ایمان و سلیم شاهین مقابل هم در فیلم به نام فرار از مرگ روی پرده سینما رفتند. نکته های جالب و نکات داغی در مورد کاراکترهای سینمای بالیوود هم در این هفته زبانزد عام و خاص بود. رسانه های بین المللی و رسانه های خبری بالیوود هم زیاد روی از او فوکس کردن. فیلم به نام میری قوم از دختر بسیار پرطرفدار پریانکا چوپرا که در نقش یک باکسر در این فیلم ظاهر میشه و در عموم فیلمسازان هندی تلاش میکنن در این وقتا فیلم هایی را بسازن که دختر خانما را انرژی بتن و اعتماد به نفس ببخشن و بگوین که یک دختر خانم از یک مرد تفاوتی نداره و هر کسی که بخواد و تصمیمی را بگیره میتونه یک کار فوق العاده را انجام بده. فیلم زیبای به نام میری قوم قهرمان فیلم پریانکا چوپرا است و داستان بسیار زیبایی از یک دختر خانمی است که میخواد باکسر خو هست در فیلم میخواد به بلندترین مدال جهانی برسه. هنرپیشه پرطرفدار، دختر بسیار با استعداد و کسی که سالهای سال توانست علاقمندان زیادی را متوجه خود داشته باشه و حال هم در دل علاقمندای خود جا داره. یعنی خانم ریکا را
در موردش صحبت میکنم که در امسال خانم ریکا 60 ساله شد، در همین هفته 60 ساله شد و همزمان با 60 ساله شدنش فیلم زیبایی را هم نقش بازی کرده که بعد از سالهای سال باز روی پرده سینما آمد و علاقمندان خود به استقبال گرفت. ما خواستیم تصاویر براتان تقدیم بکنیم، اما منتظر باشین که تریلر فیلم زیبا را هم که هنرپیشه‌های خوب دیگری هم در کنار خانم ریکا نقش بازی کردن، مطمئنا شما منتظر میمانیم تا او تریلر زیبا را هم تماشا بکنیم. برعکس افغانستان که هنرپیشه‌ها میخواین از سینما به آوازخوانی برن، در هند معمول دیگری است. در هند آوازخوانا علاقمند به سینما میشن و آهسته آهسته وقتی که به شهرت میرسن میرن به سراغ سینما و فیلم‌هایی را نقش بازی میکنن. و مثال زنده از او آوازخوانا میتونیم سونو نگم یاد بکنیم که در فیلم‌های ظاهر شده نقش بازی کرد و میتونیم همیش ریشمیا را یاد بکنیم که خیلی محبوب هم شد در سینما، اما هنوز هم به او جایگاهی که میخواین نرسیده. حال دو آوازخوان دیگر هندی یعنی شان و یک دختر خانم هندی که آوازخوان خیلی خوبی است در فیلم کنار هم ظاهر شدن و میخواین که جایگاه خود در سینما هم کسب بکنن. شان یکی از پرطرفدارترین آوازخوان‌های سینمای بالیوود هست که بر فیلم‌های زیاد آواز خوانده. برای دانستن از خصوصیات بزرگترین ستاره‌های سینمای دنیا پس پیج فوکس سرچ بکنین در صفحه فیسبوک خود، پیج ما را لایک بکنین و از احوالات ستاره‌های محبوب سینما آگاه شوین. دوستان خوب، در این بخش برنامه آماده داریم تریلر فیلم زیبایی را که خانم ریکا بعد از سالهای سال روی پرده سینما با این فیلم آمد در کنار هنرپیشه‌های خوب دیگر شما را 1.5 ساعت استقبال میکنه روی صفحه سینما. برین تریلر را تماشا بکنین، در ادامه با شما هستم. ये कहानी है एक माँ की, मेरी नानी माँ की, जिसने जिंदगी भर अपने परिवार को स्नेह और सिर्फ प्यार ही दिया। ये धागा तू बांध लेना, तेरे हिस्से का उपवास है ना, वो मैं कर लूंगी। और उसके बदले में उन्होंने मॉम प्लीज तुम अपना काम करो ना, किचन में जाओ जाओ। मॉम से मैं 100 बार बोल चुकी कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी देखो ना। जिंदगी की गणित में हम सब 100 तक पहुंच गए और तुम वहीं के वहीं रह गई, शून्य, ब्लडी ज़ीरो। लेकिन अब सब बदलने वाला है, सब कुछ। इंडिया में हम कंट्री को माँ कहते हैं, काव को माँ कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं और उसके लिए किसी का खून करने को भी तैयार हो जाते हैं। पर हम इंडियंस अपनी सगी माँ को रिस्पेक्ट नहीं करते और इसलिए हम इंडियन लोग पीछे रह जाते हैं। नानी, घर वालों को बदलना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, कुछ चमत्कार करना पड़ेगा। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। शर्म नहीं आती तुम्हें ये कपड़े पहनते हुए? आपकी चांदनी भी तो ऐसे कपड़े पहनती है। अरे उसकी वाह नानू, वो पहने तो रास लीला और नानी पहने तो कैरेक्टर ढीला। तुम्हारा अमिताभ के साथ ऐड कंफर्म हो गया। अमिताभ बच्चन! हाय। तुम एक दूसरे को जानते हो? जानते हैं, हम लोग तो साथ में सोए हैं। What? गणित की क्लास में जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, लास्ट बेंच पर। अगर तुम्हारी मम्मी ने मॉडलिंग की तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। प्रॉमिस? मानो तो हम कुमकुम जैसे, ना मानो तो राख से। अब तक थे हम शून्य जैसे, अब बनेंगे लाख के।
دوستان خوب، من فضل هادی کفشانی هستم و شما برنامه فوکس تماشاگر هستین از میوند. اگر دوستانتان هم علاقمند هستند که برنامه خوب تلویزیون میوند تماشا بکنن، پس برشان تماس بگیرین و بگوین که روی ماهواره خود فرکانس میوند ست بکنن و برنامه فوکس و بقیه برنامه‌های تلویزیون ما را تماشا بکنن. یک وقفه کوتاه، بعد از وقفه میریم به سراغ ساحل ملکزاده، یکی از هنرپیشه‌های خوب سینمای افغانستان که در آمادگی برای فیلم سلطان است.